بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام داریم خدمت بینندگان بسیار عزیز گرامی از طریق شبکه جهانی پیام افغان در سرتاسر دنیا و باز هم مجددا ماه مبارک رمضان الکریم خدمت تمامی کافه امت اسلام در اقصا نقاط جهان تبریک عرض میکنیم و عزیزانی هم که بعدا ما را از طریق یوتیوب و اینستاگرام، تیک تاک، فیسبوک و واتساپ از کانال های قرآنی حسن الحدیث مشاهده میکنن، برای از اونا عرض ادب و سلام داریم، آرزوی موفقیت میکنیم و تشکر میکنیم در قدم اول از جناب خطاب صاحب معظم و معزز و همکاران گرانقدرشان، فرزام جان عزیز، به جناب محترم انجینر صاحب، جناب آقای شریفی صاحب که سالهای متمادی هست در خدمت قرآن احسن الحدیث هستن، بسیار کار رو به خوبی پیش میبرن، از همیشان تشکر میکنیم و در خدمت شما هستیم. امشب با یک برنامه بسیار عالی، امید به رضای خدا که مورد استقبال شما قرار بگیره و رضایت خداوند جل جلاله حاصل بشه. در ابتدا دعوت میکنیم از خواهر محترمه ما، نوآموز قرآنی ما که جدیداً الحمدلله به توفیق خداوند منان باز مفصل خودشان بیان میکنن که ترتیل خوانی شروع کردن و ترتیل از اینا رو میشنویم و بعد در خدمت شما هستیم و صحبتایشان هم خواهیم شنید. خب دعوت میکنیم از مروه جان عزیز که بفرمایین سوره مبارکه فاتحه و بخش از سوره مبارکه بقره برای ما تلاوت، برای ما و برای بینندگان تلاوت کنیم. بفرمایین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العلی العظیم. احسن. تقدیر و تشکر میکنیم از مروه جان مقصودی که بسیار عالی تلاوت کردین، حضره که خواندین، بخش بسیار کوتاه از سوره مبارکه بقره. امید که انشالله در آینده ما شما در جایگاه بسیار عالی و والا خواهیم دید، به شرط این که باید زحمت بکشین، کار کنین، تلاش کنین. حداقل زحمت ایه که باید شما همیشه هر روز فعلا اجالتا روز نیم سپاره رو باید شما حضر بخوانین. بله استاد. حتما این کار رو باید بکنین. باز با آینده یک سپاره و باز به کنار یک سپاره 2 سپاره هم تون بخوانین با سرعت زیاد که بتونین در یک 15 دقیقه یک سپاره شما بخوانین. به حضر در 40 دقیقه، تون که بخوانین در 15 دقیقه. بسیار جای افتخار. خب مروه جان بفرمایید بگین که برای بینندگان عزیز ما که شما را مکنون از شبکه جهانی پیام افغان و بعداً هم از کانال‌های قرآنی حسن الحدیث مشاهده میکنن، بفرمایید بگین که ترتیل خوانی شما چند وقت هست که شروع کردیم؟ 6 ماه است که شروع کردیم. بله بسیار خوب. از کی گوش میدین؟ از استاد، از بسیار کاری اسمت الله صابی. نخواهش میکنم از شیخای سعودی عرب از کدام بشن گوش میدین؟ شیخ سعودش شیخ سعود شورین. شورین. بله. بله. آقای شیخ سعود شورین به جناب استاد صاحب عبدالرحمن سدیس، اینا شیخای هستن که در تراویح و در نمازهای مسجد الحرام جهانی هستن و مطرح هستن و بقیه آقایون هم که هستن، ایشان ایدی بزرگوار جای خود خوردارن. بسیار خوب. انشالله که گفتیم که در طی 6 ماهی که تقریبا شروع کردین ترتیل خوانیر و همونطوری که ما برش خدمت شما برز رساندم، بعد این کاری که گفتیم حتما روز نیم سپاره رو میخوانین به حضر و همیشه کوشش کنین که با قرآن معنیس بدین و همیشه کوشش کنین که از شیخ صاحب آقای سعود شورین همیشه گوش بدین، یا از ایشان گوش بدین از ما گوش بدین، فرق نمیکنه، اما ایشان استاد هستن، از ایشان باید گوش بدین حتما. خب مروه جان بفرمایید بگین که مشغول چی کاری هستین، چی کار میکنین، مکتب میرین، چی هست، در صنف چند هستین، برای بینندگان بیان کنین. فعلا کاروبارتون چی هست؟ بله، من صنف 6 هستم. بله. ما ریاضی را خوش دارم. بله. کتی انگلیسی، کتی سپورت. ماشاءالله. هم ریاضی بسیار علاقه خاص به متماتیک به قول آلمان ها داریم. بله. و بعد به انگلیسی هم که زبان بین المللی هست. بارک الله. و بعد از اونم به سپورت که اون اساس کل کار جناب خواجه صاحب سپورت هسته. هر وقت که اگر این سپورت به تمشت شما بود و به اختیار شما بود و همیشه سپورت کردین، ورزش کردین، در کارها موفقیم. اگر سپورت و ورزش رها کردیم، اگر به زمین بریم، با آسمان بریم، شما رو عاجل میشانه، این زمین کش میکنه، شما رو بازنشست میکنه. اگر سپورت کردیم و محکم استاد شدیم، تا زمانی که زنده هستیم محکم استاد هستیم. کوشش کنین، بخصوص کسانی که قرائت قرآن میخونن، بخصوص کسانی که حضر میخونن، فعالیت میکنن، کار فکری میکنن، معلم هستن، دکتر هستن، تاجر هستن، هر چی که هستن، بعدی ورزش، بخصوص اونایی که میخوانن، هر چقدر که اینا ورزش کنن، شوش شما باز میشه، نفس شما پخته میشه. انشالله کوشش کنین که حتما
شما دویدن هم از 3 کیلومتر شروع کنیم سال اول، سال دوم 4 تا، سال دوم 5، سوم 5 تا به 6 7 کیلومتر که برسانیم کفایت هفته 4 روز 5 روز که برین بسیار خوبه. خب کوتاه از مروه جان سوال میکنی که مروه جان چی گفتنی برای هم نوعان خود، اونایی که هم سن سال شما هستن، اونایی که با شما هستن، چی گفتنی دارن که چه کار باید بکنن که بتونن موفق باشن؟ برای بینندگان عزیز بیان کنیم. دست بخوانین، کمک کنین نفرا را. بله. و کمک کنن در چی رشته کمک کنن؟ که کمک داشتن که چیز افتاده یا کمک داشتن از درس خورخونده شما از صنفی که من یا مادر جان به خانه کمک کنن. بله، مثل کارهای مادر خانه جان و پدر و پدر کارهای خانه را انجام بدن. خب مروه جان با آخرین سال دوست دارین شما در آینده که همه درس میخونن، زحمت میکشن، تلاش میکنن، هر انسان درس میخونه بالاخره او یک خروجی باید داشته باشه که چه کار میخواد شه، دکتر میشه، مهندس میشه، نظامی میشه، حقوقدان میشه، پلیتیکر میشه، معلم میشه. شما دوست دارین چه کاره بشین؟ انشالله میخوام به خیر معلم شوم. به بسیار خوب. پس یعنی علاقه خاص دارین که معلم شین. بله. پس شما کوشش کنیم همونطوری که میخوایم معلم یومیه و اصلیه بشین در ماتماتیک یا انگلیسی یا آلمانی، هر چی که فرق نمیکنه، بتونین همیته که ما به شما قرآن یاد دادین، شما هم باز نخبگان رو جمع کنیم برشان امت قرآن بیاموزیم. تشکر میکنیم، سپاس فراوان داریم از مروه جان عزیز که امشب قبول زحمت کردن و در برنامه ما شرکت کردن، به زیبا برای ما حاضر خواندن. تشکر میکنیم از شما یک جان، سپاس. خب در خدمت سرور ارجمندم جناب محترم حاجی خواجه صاحب نمیجان صدیقی هستیم که یکی از خادمین و معززین احسن الحدیث که به نمایندگی از بقیه معززین و خادمین و همکاران در احسن الحدیث اینجا شرف و حضور پیدا کردن. خیلی خوش آمدین خواجه صاحب معظم که قبول زحمت کردین برای که روزها مصروفیت‌های کاری شما زیاد، ماه مبارک رمضان و بعد از این هم ختمهای تراویح تا ساعت 9 شب مسجد و این و آن. خدا از همگی قبول کنه. خیلی خیلی خوش آمدیم. و همچنین امیر جان عزیز ما نونهال قرآنی ما که ماشاءالله شما به عنوان اول یک ویدیو از اینا شنیدین در احسن الحدیث در یوتیوب اینا در کانال های قرآنی که حمد سوره مبارکه حمد خواندن. باز ما امشب ایشان مجددا دعوت کردیم که تشریف بیارن برای ما تلاوت بکنن که تلاوت خواهند کرد. خب جناب آقای صدیقی عزیز بفرمایید که در این ماه مبارک رمضان که امسال تقریبا روزها کوتاه شده و شبها بلند هنوز، خب امسال چی برنامه را در احسن الحدیث سر دست کردین برای بینندگان بسیار عزیز ما بیان کنین، از کارهای احسن الحدیث بگین انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی الانبیاء و المرسلین. از همه اولتر ماه مبارک رمضان به تمام مسلمانای دنیا تبریک عرض می داریم. خداوند ماه پر خیر و پر برکت در خانه های همه مسلمین غیر مقدم و با عظمت داشته باشم. قسمی که شما فرمودین جلسه قرآنی اصل حدیث الحمدلله در تمام سالها زحمات خود داشته. در ماه رمضان هم همچنان برنامه ما داشتیم که هر روز یک سپاره قرآن شریف جناب قاری صاحب قبل از افطاری تلاوت داشتیم و در 30 روز ماه مبارک رمضان ما در شب 29 ختم میکردیم. بله. ولی امسال چون به خاطر که روزها کوتاه و شبها دراز، اکثرتاً جوانا یا دوستا در مکتب و در وظیفه و در کارا می باشند، بنان ما یک روند جدید را تشکیل دادیم که در بین هفته هر کسی یک سپاره قرآن شریف بخوانند و در روز یکشنبه که در عموم ما جلسه قرآنی اصل حدیث از طریق زوم آنلاین داریم. امی از ساعت چند بود قبل از رمضان کریم؟ قبل از رمضان کریم از ساعت 10 الی 12 ظهر بود. اما چون حال وقت رمضان است و اکثریت هم وقت نمیتونن جوانا حضور داشته باشن در زوم آنلاین،
ما هم 1 ساعت اختصاص دادیم برای دعای ختم قرآن عظیمشان که در جریان هفته از طریق شاگردان یا از طریق دوستانی که در جلسه اصل حدیث هستند تلاوت میشه و ختم نامش از طریق جناب شما قوی صاحب دعا میشه بخیر. بله. یعنی قرآن در این ماه مبارک رمضان دیگه سالا 1 قرآن ختم میشه، اینطوری که شما فرمایش میکنین 4 قرآن ختم میشه، هفته 1 قرآن ختم میکنین. بله در این سال چون به خاطر گفتیم روزا کوتاست و هر هفته ما 1 سپاره رو برای همه دوستا کس تلاوت میکنه و در یعنی قرآن عظیم شان میگذارین، هر کس 1 سپاره میگیره و نام در گروه نوشته میکنه. بله. اونجا 1 قرآن شریف در هفته 1 قرآن، در 1 ماه تقریبا 4 قرآن. بسیار کار نیکه، بسیار علی. خدا انشالله نیک و مبارک بگردانه و خداوند قبول درگاه بگردانه. آمین. خب آیا بفرمایین که از شاگردات چطور هستیم؟ از شاگردای حسن الحدیث راضی هستین؟ کار میکنن نمیکنن؟ چجوری است؟ ایران برای بینندگان عزیز ما بیان کنیم. الحمدلله ما از شاگردای خود بسیار راضی هستیم و بسیار موفقانه هم پیش میریم و هر سال شاگردای جدید در گروه ما وصل میشن. یک نمونهش خود مروه جان عزیز است که در حدود 6 ماه میشه که ترتیل خوانی رو شروع کردن و بیننده ها خودشان این تلاوتشان شنیدن و هر هفته هم در برنامه حضور دارن و هر روز هم یک تمرینات از تلاوت خود در جلسه واتساپ گروپ اصل حدیث میفرستن و ماشاءالله دیگه جوانای هم که در اونجا حضور دارن من آقای رحمتی این انشاءالله تلاوتشان باز مشنوین. ای از جوانایی هستن که انشاءالله در آینده برای همه مسلمان ها یک الگوی خواهد بودن و یک استاد در آینده برای دیگر نسل جدید بخیر شوند. حتما ایشان خودشان از یکی از علاقمندی هایشانیه که جناب آقای صدیقی عزیز که ایشان میگن من دوست دارم که بهترین قاری دنیا باشم. حتی این یک روز من میجا بیدیم با پدر خواه گفتن که من اصلا دوست دارم که خیلی خیلی به مراتب از بنده از غیری سب گفتم باید خیلی بهترتر باید بخوانم، باید هم بخوانه. چیزایی که در دست از اینا هست، امکاناتی که پیش از اینا هست و امکانات خود پیش ما نبود دیگه. نه اون زمان تلویزیونی بود خیلی کم، نه رادیو بود و نه امکاناتی بود، خیلی کم رادیو بود. کست بود، کست ها از عراق و از سعودی عرب و از این کشورهای عربی از سوریه و اینا می آوردن، باز به تیپای 530 مینداختن، صبح و وقت مردم گوش میکردن اینا دیگه. از همه که از طریق تلفن خود میتونن مستقیم به یوتیوب از هر قاری که دوست دارن میتونن تلاوتایشون گوش کنن یا میتونن از اون تمرین کنن خودشان پیش خود که تا قسمت خواندن و قسمت شنیدن برشون بسیار آسان شد. بله اینا جدیدن به جمع ما پیوستن. اینا الحمدلله قرآن شریف هم میخوان، باز ماشاءالله زین جان هستن، حارس جان هستن، فیاض جان هستن، باز یک کتگوری زهرا جان هستن، بریم باز بالاتر تاج جان هستن، مصور جان هستن، الحمدلله عمران جان هست که عدل بسیار خوب میخوان، باز بریم بالاتر الحمدلله یاسین جان هستن، بزرگسالا عبدالباسط جان، عبدالصمد جان و جناب آقای سید شفیع جان محمودی که اونا در برنامه بعدی ما بزرگسالا رو انشالله هماهنگ میکنیم، همراه شما بزرگسالان میارن که عزیزان بینندگان ما از طریق شبکه جهانی پیام افغان و صفحات قرآنی اصل الحدیث انشالله دیدار بکنن. خب شما چی گفتنی برای ما در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و الحمدلله 2 هفته هم بعد از این به 4 هفته بعد تعطیل و رخصتی به 4 درسته در هم بود. شما چی گفتنی برای خانواده های معظم و معزز که این برنامه به صورت لایف مشاهده میکنن؟ چی گفتنی دارین که چیکار بکنن، به چی نحو از این ماه مبارک رمضان بتونن استفاده کنن؟ فرزندان خور، نوجوانان، نونهالان خور گرفته بیان مساجد، ختمای قرآن. اگه گفتنی دارن برای عزیزان ما صحبت کنیم. تشکر قاید صاحب. ما فقط اینمی گفتنی داریم که نظر به تجربه‌ای که ما گذشتاندیم بهترین وقت طلایی خصوصا به جوانا و نوجوانایی هستند که هنوز مصروف درس‌های بیشتر و مصروف کارهای بیرونی نشدن و از این موقع طلایی استفاده کنن، از تلاوت قرآن عظیمشان
خدا بهرمند بسازن، بیاموزن، اشتباهی که دارن اصلاح بسازن و خصوصا در این ماه مبارک رمضان که ماه پر خیر و پر برکت است. هر تلاوتی که انسان در خانه خود میکنه و خانه پر از نور و برکت میشه. و البته که نال رخصتی مکتبا در اروپا میایه در حدود 2 هفته و ماه رمضان هم است. اینا هر روز اگر نیم سپاره تلاوت کنن و از دیگه قاریایی که مورد پسندشان است که تلاوت ها را گوش کنن، هم اشتباه خود اصلاح کنن و هم خواندن بر خود در نمی وقت تمرین کنن که تا بتانن اشتباهات خود اصلاح بسازن. بسیار خب. اصلا الحدیث هم که الحمدلله میتونن بیان اصلا الحدیث، آیا میتونه اونا رو کمک کنن؟ بله، که اگر کسی به خود راجستر کنه بیان؟ چرا نه؟ شماره تلفن واتساپی اصل حدیث از طریق تلویزیون در نشر شده و شما میتونین از هر گوشه و کنار اروپا یا از هر جای که هستین با ما با تماس شوین و ما اونا را داخل حلقه واتساپی اصل حدیث میکنیم و جناب قاری صاحب هم از هر نوع همکاری انشاءالله که دریغ نمیکنن و به شما رسیدگی میکنن از طریق تلویزیون یا از طریق زوم آنلاین یا از طریق تلفن و انشاءالله هر کسی که علاقمند است. سن سال مهم نیست که چی خرد باشن، چی بزرگ باشن یا چی سرسفید. اکثرتا سرسفیدایی که در خانه شیشتن میتونن نام کتیما در حلقه داخل شون و خودشون هم تلاوت کنن، هم بیاموزن، هم اشتباه خود اصلاح کنن و هم ما همیشه در خدمت دوستا و عزیزا قرار داریم. خب به عنوان آخرین سال از محضر مبارک شما که الحمدلله شما دیگه باز هم بینندگان عزیز، جناب خواجه صاحب که از تجار بسیار صادق و بسیار زحمتکش و برتلاش، ایشان که نه پدر بزرگوارش، ایشان بزرگان از این هم از تجار بزرگ کابل بودن، صادقانه به مردم کار میکنن و خودشان هم الحمدلله صادقانه کار میکنن. با این مشغله کاری که اینا دارن در روزمره، همیشه اینا در نمازهای جمعه هستن، همیشه در برنامه‌های مسجد جامع حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام، در مسجد جامع شریف توحید، در مسجد شریف حضرت امام ابو حنیفه، مسجد حضرت بیبی عایشه، در مسجد حضرت بلال رضی الله عنهم برضوان، در همه جا شرف حضور دارن. خب جناب آقای صدیقی بفرمایید که چی شما در ختمهای قرآن میرین، در نماز تراویح میرین، یک از حال هوای مساجد برای ما بگین، حال هوای ختمهای قرآن بگین برای ما، برای بینندگان عزیز ما. الحمدلله قاری صاحب شهر هامبورگ قسم کمکی دوستا بلد هستن یا مشناسن. تمام مساجد ها در هامبورگ در شبای رمضان ختم قرآن عظیم شان دارن، تلاوت نماز تراویح دارن و الحمدلله چون شبای یک ذره دراز است و همگی میتونن که در اونجا حضور شرف داشته باشن و قاری صاحبا همگی به خدمت جامعه، به خدمت مسلمان ها در اونجا هستن و اکثرت مساجد هم افطاریه برای کسانی که به حساب در سفر یا در جای می باشن یا به نماز شام میان، در اونجا افطاری هم دارن مسجد ها اکثرتا که میتونن در اونجا از افطاری و از نماز تراویح. شما در مسجد جامع حضرت ابراهیم خلیل زیادتر ختم نمازها اونجا هست. بله. کی اونجا ختم میکنن؟ در اونجا قاری صاحب زبی شکری هستن که شب یک سپاره رو تلاوت میکنن که انشاءالله تا شب 27 یا 28 با در اونجا ختم تراویح را انشاءالله در مسجد بخیر با دعا میکنم. تشکر میکنیم از جناب حاجی خواجه صاحب که قبول زحمت کردن. جان سپاس از شما که معلومات دادید. سلامت قاری خب بینندگان بسیار عزیز گرامی، ما از فرمایشات جناب محترم آقای صدیقی که از خادمین احسن الحدیث هستن و به نمایندگی از سایر برادران اینجا شرف و حضور دارن، همیشه کارهای احسن الحدیث پیش میبرن در زوم و ایلان در دیگر سایر جاها و در خدمت نونهال قرآنی ما که برای اولین دفعه است که ایشان تشریف میبرن از طریق میدیا، از طریق به شبکه جهانی پیام افغان که یک تلویزیون شناخته شده در سرتاسر جهان، از آمریکا و استرالیا و آفریقا و آسیا و اروپا که چندین سال ما در خدمتشون هستیم و جا داره که بازم مجددا تشکر کنیم از زندگیشان. و امیر جان امشب آمده که برای ما سوره مبارکه فاتحه الکتاب
تلاوت کنه برای اولین دفعه که ایشان میایند جلو کامرا حاضر میشن و تلاوت قرآن میکنن. خب امیر جان خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین. خوب هستین؟ بله شما خوبین؟ تشکر از شما. برای کامرا نگاه کنین. برای اولین دفعه که آمدین سوره مبارکی چی تلاوت میکنین؟ کدام سوره رو میخوانین؟ با کامرا نگاه کنین. فاتحه. سوره الفاتحه. خب بفرمایین سوره الفاتحه تلاوت کنین. اعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ما شاء الله. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. ماشاءالله. کوشش کنین مکتب مرحوم شیخ عبدالباسط صاحب بینندگان بسیار عزیز عزیزانی که تلاوت قرآن میکنن بخصوص مکتب عبدالباسط یک کمی تندتر بخوانین، فشار بالا خود نیارین، جیغ نکشین زیاد، روان. ببینیم بر خدمت شما تلاوت میکنین عین همی بخوانین با سرعت، یک کمی پایینتر، فشار نیارین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. یک کمی روانتر با سرعت اشنیل بیتر، یک کمی پایینتر، جیغ نکشین زیاد. اوکی؟ بسم الله. سر بالا بکن، تکون ندیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ما شاء الله. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. یک کمی پایینتر با سرعت، جیغ نکش. ایاک نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله. بسیار. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احسنت. صدق الله العظيم. احسن. تقدیر و تشکر میکنیم از آقای امیرجان رحمتی که برای اولین مرتبه جلو کامره و به صورت لایف تلاوت کردن. بسیار عالی، بسیار زیبا. کوشش کنیم که انشالله رحمان روز این سوره بسیار روز 3-4-5 مرتبه بخوانین، 3-4-5 مرتبه گوش بدین و بعد از اون انشالله سوره مبارکه شمس شروع میکنیم خود شما. درست؟ که شمس شروع کسانی که در هر مکتبی که هستن، بخصوص مکتب مرحوم عبدالباسط صاحب
باید در ابتدای حداقل در آوان نوجوانی و آوان طفولیت یکی 2-3 سال باید این قصار الصور بخوانن. خب بخوانن که این سبک و این روش و این سیاق در ذهنشان جای بگیرن و صدایشان روان شه و خوب صحیح بشناسن. بعد از اون داخل میشن در سوره های بزرگ مثلا سوره و حج، سوره مبارکه مائده که کسانی که میخوان عبدالباسط صاحب بخوانن به نحو حسن، حج و مائده باید زیاد گوش بدن که باز همون سبک و سیاق در کل قرآن بتونن پیاده کنن. بسیار عالی امیر جان رحمتی، جای تقدیر و تشکر که شما در به جمع ما پیوستین و به جمع عصر الحدیث پیوستین. خب بفرمایین که مکتب میرین یا نمیرین؟ بله میرم. خب به کامرا نگاه کنین. صنف چند هستین؟ صنف اول. ارست کلاسه؟ بله. ماشاءالله. خب درسا چی رقمه؟ خوب است یا نه خوبک؟ خوب است. نمرات از معلم ها راضی هستین؟ کار خوب انجام میدن؟ شما درسا رو خوب برشان تحویل میدین یا نه؟ بله. روز چند ساعت درس میخوانین؟ از یک از مکتب که میین باز بخونه چقدر کار میکنین روی کار خانگی؟ چند ساعت؟ 1 ساعت؟ بله. کارهای مکتب، کارهای خانگی 1 ساعت تا 1.5 ساعت کار میکنین؟ 1 ساعت. 1 ساعت. بسیار. یکی از ویژگی‌های بسیار خوبی بچه‌هایی که اینجا هستن در تعلیم و تربیت در مکتب، او شب ما آقای امیرجان کریمی را آوردیم، جناب آقای صدیقی. بله. بسیار شفاف و صادقانه گپ میزنن. هر چی که باشه همون میگن، هیچ وقت پنهانکاری و دروغ در کارشان نیست. یعنی اینا همین سیستم آموزش و پرورش و سیستم تعلیم تربیت آلمان، شاگرد همیت تربیت میکنه، هیچ وقت پنهانکاری نمیکنه و هیچ وقت دروغ نمیگه. هر چیز باشه همون میگه کمی اتفاق افتاده این کار است. واقعیت تصور بیان واقعیت. از امیرجان که تلاوت قرآن که تمام شد، خب گفتم امیرجان چطورین با درسا و با مکتب؟ گفت خوب هستم، مگم 4 تا 4 گرفتم، 3 تا 3 گرفتم، 1 دانه 2 تا 2 دارم، 1 دانه 1 دارم. احسن گفتم، بارک الله. شفاف. آقایین هستن که رهبر جهانم، پادشاهم، صدر اعظمم، رئیس جمهورم، کل قرار پنهان میکنن، به زیر فرش میکنن که مردم خبر نشن. اینا رو همین سیستم مردم چیزا میفهمن. بله مردم خوب بعدن میفهمن، مالکم بفهم، بعدن هم میفهم. اما یعنی میگم که همانطوری که پیشوایان ما، خدای بزرگ ما در قرآن گفته که هیچ وقت دروغ نگیم، پیامبر بزرگوار ما رسول کریم صلی الله علیه و سلم، اهل بیتشون، اصحاب کرامشون، که هیچ وقت یک انسان باید دروغ نگه و الان بسیار بسیار شفاف گپ میزنن. بسیار علی امیر جان. خب در ورزش هم علاقه مندی دارین یا نه؟ بله. چی ورزش میکنه؟ نمیفهم. نه چی ورزش؟ سپورت چی میکنه؟ به چی علاقه مند هستین کار میکنه؟ Was ist dein Hobby in Sport? Boxen. بوک؟ اوه ماشاءالله. اما شنیده بودم از پدر شما با باشگاه بوکس میرین ها؟ بله. بوکس میرین. بله امیر جان رشته بوکس پیش میبرن و ایندی بسیار درخشان دارن و اینا بسیار آدم زیرکی هستن. باشن که یک شوخی ایرتی هم برای شما بکنم. یک ایرتی ها یک ضرب المثل دارن، میگه اکر به آقا نل میکنه، شیطان رم شیربنیش میده. ماشاءالله خیلی زیرکی. ایتا فکر نکنین و این بسیار آینده درخشان دارد و یک علاقمندی خاصی که داره که مثلا دوست داره که همیشه ای روزای جمعه به مسجد باشه، در نمازهای جمعه باشه، در ختمهای قرآن باشه. اگر گاهی وقتا پدرجان دیر نمیبرن گریه میکنه، میگه چرا بر نبردیم. و هر وقت علما و مولای صاحبا یا قاری صاحبا که میبینه میگه من دوست دارم خود از این عکس بندازم، عکس بگیرم. باز عکس میگم روی شیخام عکس میگیرم. قاری صاحب جا داره که از پدر بزرگشان یاد کنیم، جناب حاجی صاحب نصرالله خان. بله خدا مغفرتشان کنه. خداوند مغفرتشان کنه. اونا در تمام حیاتشان در کابل در شهدای صالحین به مسجد تمیم صاحب انصار خدمتگزار بودن. و خداوند غریق رحمتشان بگردانه. ماشاءالله نسل آینده شان هم که
اینم امیر جان خودشان یک مثال است که از شوق علاقه بله. با قرآن خواندن در روزای یک شنبه به بله. زوم تشکر میکنیم از این معلوماتی که از پدر بزرگشان دادیم. تشکر میکنیم از امیر جان یک جان. سپاس امیر جان عزیز. خب شنیدیم تلاوت آقای امیر جان رحمتی. تشکر میکنیم. خب جناب محترم آقای صدیقی عزیز بفرمایید که آیا عزیزان ما در احسن الحدیث حضور دارند در شبها در مساجد در ختمهای قرآن برای صاحب اونجا به تلاوت میپردازن؟ چه رقم است اگر بیان کنیم برای بینندگان عزیز ما؟ بله 3-4 دقیقه. الحمدلله ما مثل سالهای گذشته که هر سال با نمایندگی جلسه اصل حدیث در تمام مساجدهای هامبورگ حتی تا هانوور جناب قاری صاحب سفر داشتن و حضور داشتن که در اونجا تلاوت قرآن عظیم شان کردن، خصوصا در مسجد حضرت بلال، مسجد حضرت ابراهیم خلیل الله، مسجد توحید اشتری صوب شهر هامبورگ، مسجد امام ابو حنیفه، مسجد بیبی عایشه و مسجد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در شهر هانوور که هستند و مسجد در فرانکفورت، بله مرکز اسلامی پیام نور در اونجا حضور داشتن. بله فرانکفورت آقای سادات صاحب، بهش استاد سادات. بله علی جزء وظیفه ما است که در این ماه مبارک رمضان در تمام مساجد ها حضور داشته باشیم و از تمام مساجد ها از تلاوت قرآن عظیم شان و از ختمه بهره مند شویم. بله بسیار الحمدلله یک افتخار بزرگی هست و همیشه ما تاکید بری داریم که پایلوسی اصلا رئیس و روش ما و کاری ما همی است که حتی بنده توفیقی حاصل هست که در نماز جمعه هم هر هفته در یک مرکز توفیقی حاصل میشه اونجا حضور پیدا میکنیم. اگه توفیقی بود اذان میگیم، قرآن میخونیم و الا نه موجب نماز شرکت میکنیم. همونطوری که خواجه صاحب فرمودن در مسجد حضرت جامع حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام، مسجد حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله، مسجد توحید که اونجا برادر مولوی سید عبدالله سلطانی هستن اشتالسو، حضرت بیبی عایشه رضی الله عنها، مسجد حضرت بلال و مصلی حضرت امام رضا صاحب رضی الله عنهم و رضوان که جناب آقای دکتر ترابی هستن. به هر صورت در هر جا کوشش میکنیم که حضور پیدا کنیم و ما در جریان هستیم که در این هفته گذشته بسیار عزیزان بسیار خوبی را ما از دست دادیم و بسیار غم بسیار بزرگی بر روی دل مردم گذاشته شد و داغ عزیزان بر دل همگی ماند، بخصوص مرتضی جان شهید جناب آقای صادقی که تمام دنیا دیدن از طریق تلویزیون های آلمان، از طریق فضای مجازی. جناب حاج خواجه صاحب که شما اینجا شرف و حضور داشتین در مراسم تشییع جنازه شهید مرتضی جان که همونجا تمام خبرنگاران آمده بودن، پلیسای بودن که اونا به گوشاخ شنیدیم که اونا میگفتن که ما در طول عمر خود که ما از زمانی که در آلمان متولد شدیم ما به این رقم تشییع جنازه ما ندیدیم. قاری صاحب پلیس بالاخره مجبور به این شد که از سرک موترها را بسته کردن، دیگه اجازه دخولی ندادن چون ازدحام بسیار زیاد بود. ما در اوجه حضور داشتیم. خداوند غریق رحمت کنه مرتضی جان. واقعا یک خبر دلخراش و یک حادثه دلخراش که به وقوع پای افتید. دیگه ما بر روی روانشان دعای خیر میکنیم که خداوند رویشون شاد داشته باشه و خصوصا برای فامیلشان خداوند صبر جمیل عطا فرماید. برای فامیلشان، برای پدرشان، برادرانشان، همسر محترمیشان، والدین محترمیشان و اولادایشان خداوند انشالله اونا رو به ثمر برسانه که بتونن و همین حضور جماعت کثیری از مسلمین حدوداً 3000 تا 3500 نفر در جنازه و ما هم در فاتح که اونجا بودیم تقریباً بین 5500 تا 6000 نفر هم پایین و بالا با فاتح آمده بودن. و همچنین خبر درگذشت و شهادت عزیز ما جناب محترم حاجی صاحب حاجی شکیب جان سلیمان خیل که در هرات که اونا هم از تجار بسیار زحمتکش و انسان خیری بودن مثل مرتضی جان که دست خیر داشتن، اونا هم در کمک رسانی‌ها، در خیرات، در برای مستضعفین مسلمین بسیار نقش داشتن. متاسفانه در حین انجام وظیفه
در حادثه ترافیکی و رحمت حق می پیوندن. رو از اونا هم شاد باشه. خداوند جنت فردوس برای حاجی صاحب سلیمان خیل، حاجی شکیب جان سلیمان خیل، خارزاده برادر عزیزم حاجی صاحب مطیع الله جان توخی جنبشا جان که از کاسبای قدیمی هامبورگ هستن، رو از اونا هم شاد باشه. و همچنین اطلاع حاصل کردیم که فرزند استاد جناب استاد معظم قاری صاحب شیخ صاحب جناب عبدالصمد منیب که جوان عزیزشان، اونا هم در اثر در حین خدمت به فقرا و مساکین، در اگر شما توضیحات بهتر بدین چون در جریان هستیم، نوع شهادت از اینا چی رقم بگید؟ منام استاد عبدالصمد منیب اونا یک موسیقی خیره الخیره در کابل مدیریت میکنن و در این ماه مبارک رمضان پسر دومشان عبدالرحمن جان منیب که رفته بودن بر فقرا مواد خوراکت طرف سارنوال صاحب سارنوال صاحب که بر مردم فقرا یا کمکار رسانده بود و نزدیک شام پس طرف خانه میخواستن بیا که در یک حادثه ترافیکی جان به حق سپردن. واقعا یک حادثه دلخراش دمی طول 2 هفته پایوسته که خداوند همه گذشته خدا. بله. و بعد از این هم و مادر بسیار مهربان و فداکار و بزرگ فامیل و ستون خیمه مرحومی مغفره بانی حاجی خانم صدیقی محمد اسحاقزئی، خانم مرحوم حاجی صاحب رنگین خان که از بزرگان و متنفذین شهر از بزرگان شهر هرات بودن و در عالم هجرت هم مورد احترام بودن در همه آلمان. خدا جنت فردوس نصیبشان بگردن. خانم از اونا هم والدی حاجی صاحب زلمی جان اسحاقزئی به رحمت حق پیوستن. فلازم ما همین ختم قرآن که هفته قبل کردیم در احسن الحدیث همین رو تحفه میکنیم. بزرگترین تحفه معنوی هست به روی این 4 عزیز ما و مرتضی جان شهید، آقای عرضم حضور شما حاجی شکیب جان اسحاقزئی، حاجی شکیب جان سلیمان خیل شهید عزیز که در این وظیفه به رحمت حق پیوستن و فرزند جناب قاری صاحب عبدالصمد منیب جناب سارنوال صاحب آقای منیب، خدا ببخشه، اونم در حال خدمت به فقرا حادثه ترافیکی اونم جان به جانان تسلیم کردن و شهید شدن، درجه شهادت دارن. و مادر مهربان که وصفه اخلاق و الحمدلله که چقدر محترمه و چقدر بین فامیل و برای تمام مردم الحمدلله نوادگانشان همگی دکتر دخترایشان فامیلشان همگی نخبگان روی از این سه عزیز ما و محترم برنیه حاجی خانم صدیقه محمد اسحاقزئی هم شاد بشه و ما ختم قرآن از این شأن خور از طرف احسن الحدیث تحفه میکنیم خدمتشان و در قدم اول روح پاک حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم اصحاب کرامشون اهل بیت معظم و معزز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ألف بيننا وبين قلوبنا بالقرآن يا الله اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذاء ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاح فلاحة
بالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا يا نور وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقریر تشکر میکنیم از بینندگان بسیار عزیز ما که ما تا لحظه تحمل کردن و این ثواب ختم قرآن عظیم الشان تقدیم میکنیم بروی عزیزانی که نام بردیم، بخصوص بروی پاک حضرت رسول کریم، و مجددا تشکر میکنیم از جناب سرور معظم خطاب صاحب و همچنین همکاران گرانقدرشان، فرزند جان عزیز در امریکا و جناب شریفی صاحب در هامبورگ که همیشه قبول زحمت میکنن. از همگی شما بینندگان عزیز شما رو بر خداوند پاک میسپاریم تا دیدار بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحيم.